های بش و من توضیح راجع به بش بدم. بش یه نوع شل که برای ارتباط با کرنل لینوکس استفاده میشه، محیط جیواری نداره و راحت‌تر میتونید باهاش کار کنید تا بتونید دسترسی پیدا کنید به هسته لینوکس. یه سری از کامندهای پایه هست که اینا رو با هم شروع می‌کنیم یاد گرفتن. اولین دستوری که ما خیلی باش کار می‌کنیم PWDه. PWD یه دستوریه که شما تو هر دایرکتوری که باشید مسیرتون بهتون نشون میده. یعنی فولدرهای مختلف رفتید الان نمیدونید دقیقاً کجا هستید. با PWD بهتون نشون میده که الان مسیری که هستید رو بهتون دقیق به صورت ابسولوت دقیق بهتون نشون میده. مثلا میتونید تو شاخه هوم، دسکتاپ یا داکیومنت هستید. دستور دوم CDه. تو دستور دوم چنج دایرکتوریه. اینا شما وقتی که بخواید بین فولدرهای مختلف داخل لینوکس موو بکنید، سویچ بکنید، از دستور CD استفاده میکنید. یعنی بخواید حالا اینا رو به صورت هر اسلایدی که رد میشیم من به صورت عملی خود لینوکس هم بهتون نشون میدم. دستور بعدی که دستور نیست، فقط یه علامته به نام تیلدا. این علامت تیلدا. شما هر جا که باشید، تو هر مسیری که باشید، CD کنید به تیلدا، مسیرتون رو میبره یه راست به هوم دایرکتوریتون. یعنی مسیر پیش‌فرض هوم دسکتاپتون. هر مثلا یه مسیر خیلی طولانی رفتید، الان اگه میخواید بک کنید کلی بعد دستور بزنید. اگه CD تیلدا رو بزنید شما رو مستقیم میبره تو مسیر هومتون. خب من اینم ویو کنم و علامت شیفت تیلدا پ میشه بغل یک. خب اولین دستوری که گفتم بهتون PWDه. PWD الان مسیری که به من نشون میده کجاست؟ روته. مثلا اگه CD کنم تو تیلدا و PWD رو بزنم بهم میگه /روت. البته بذار من از روت خارج بشم که بهتر چیز بشه. CD تیلدا بعد من الان ببره تو مسیر هومم. وقتی که میزنم و PWD رو میزنم میگه هوم آفاچ، یعنی یوزر دایرکتوری هوم، یوزر آفاچ. بالا هر یوزری که شما لاگین کرده باشید خودش اون یوزر، مثلا اگه یوزر A باشه میزنه هوم یوزر A. و مسیر CD شما برای چنج دایرکتوری استفاده میکنید. الان وقتی من ls میگیرم الان میگه داکیومنت دارید، دانلود دارید. وقتی که من CD کنم میخوام برم تو داکیومنت کافیه فقط دی بزرگ رو بزنم و او رو بزنم. توی لینوکس این خاصیت رو داره که شما احتیاج نیست که کل فولدر یا کل فایلی رو یا کامندی رو به طور کامل بنویسید. کافیه تابو بزنید کمکتون میکنه. یه چیزای مثل سیسکو میمونه. سیسکو شما یه دستوری رو تایپ میکنید، تابو میزنید خودش کامل میکنه. توی لینوکس هم همینجوریه. مثلا الان میخوام برم تو قسمت داکیومنت، وقتی دی او رو میزنم تابو میزنم دو پیشنهاد بهم میده. یکی میگه داکیومنت هست، یه دونه میگم دانلود. به محضی که دبلیو رو میزنم و تابو میزنم خودش مسیرشو برام پر میکنه، دیگه احتیاج به تایپ ندارم. پس ما یاد گرفتیم الان با دستور CD میتونیم چنج کنیم بین دایرکتوری مختلف. الان من رفتم تو مسیر دانلود، یا CD کنم تو مسیر etc. الان PWD بزنم میگه مسیرم کجاست؟ etc. یا CD var log CD var log news. PWD که میزنم PW tab D میگه var log news هست. حالا من اگه میخوام برم تو مسیر هومم چیکار میکنم؟ CD تیلدا منو میبره تو مسیر هومم. PWD که میزنم بهم میگه هوم آفاچ. خب رنگش یه ذره برای بزرگ کردن فونت داخل لینوکس هم شما کنترل شیفت به اضافه رو بزنید براتون بزرگ میشه. الان با دو تا کامند آشنا شدیم. توی اسلاید بعدی دستوری که خیلی برام مهمه ls. ls چیکار میکنه؟ لیست میکنه دایرکتوری کانتنت. یعنی شما تو هر دایرکتوری که باشید میخواید محتوای اون فولدر رو ببینید کافیه ls بگیرید. یعنی مثلا رفتید تو مسیر etc کافیه ls بگیرید، لیست تمام کانتنت های داخل اون دایرکتوری بهتون
پوشا، فایلا، همه رو بهتون نشون میده. این ls کامند چند تا آپشن داره که خیلی مهمه. حتی آپشن‌های زیادی داره ولی ما چند تاش خیلی برام مهمه رو استفاده کردیم. اولین ls با دش a. دش a که استفاده کنی چیکار میکنه؟ فایلایی که هیدنن بهتون نشون میده. شما وقتی ls بگیرید توی فولدر فقط فایلایی که به صورت داکیومنت هستن و فایل هستن بهتون نشون میده. توی لینوکس هم شما میتونید فایل مخفی هم داشته باشید. مخفی اونجوری نیست که ما کلیک راست کنیم هیدن رو بزنیم. شما کافیه فولدر یا فایل داشته باشید، کافیه اولش مثلا دات بذارید. دات که بذارید ls بگیرید اصلا هیچ چیز دیگه مشخص نیست. باید حتما از آپشن A استفاده کنید که چیکار کنه؟ اون فایل هیدن رو به شما نشون بده. دومین آپشنی که خیلی برام مهمه ls-l. مثلا رو با یه اسپیس الان به صورت خروجی بهتون نشون میده. ls-l میاد چیکار میکنه؟ خیلی جزئیات بیشتری راجع به فایل و فولدر بهتون نشون میده. مثلا پرمیشنش رو میگه دایرکتوریه یا فایل، چقدر حجم داره، کی ساخته شده، یا اگه لینکی هم داشته باشه بهتون نشون میده. سوم آپشنی که هست اچه. معمولا توی لینوکس شما وقتی ls میگیرید میخواید سایلش رو بگیرید به صورت کیلوبایت یا کیلوبیت بهتون نشون میده. یه ذره براتون سخته که شما بیاید مثلا این اعداد رو حساب کنید که چند مگ یا چند گیگه. کافیه مثلا ls-h استفاده کنید، حجمش رو به صورت مگ یا گیگ بهتون نشون میده. ls یه دستور دیگه هست به نام تیری آپشناله. به صورت آپشنال رو لینوکس بعضیشون این کامند رو نصب میکنن بعضی رو نصب نمیکنن. تیری میاد چیکار میکنه؟ مانند درختوار بهتون نشون میده. یعنی میاد تمام کانتنت های داخل فولدر دایرکتوری هم که هسته رو بهتون نشون میده. یعنی از بالا شروع میکنه تیری مانند مثلا میگه فولدر A این زیر شاخشه یا فولدر B این زیر شاخشه. فکر کنم تو اوبونتو به صورت پیش‌ورز نصب نیستش. حالا اگه اینترنت داشتید اینو این کامند رو براتون نصب می‌کنه. توی شماشه یا اینکه حالت شماشه. ls خیلی تو فضا خیلی کوچیک بهتون نشون میده ولی وقتی کلیک که میزنی یه 3-4 پیج میشه. اگه مخصوصا تو فولدرایی باشی که خیلی فایلای زیادی داشته باشی. اصلا این همون تیری ویندوزه؟ مثل تیری ویندوز. حتی ویندوز تیریش مثل لینوکسه. اینجوری مثال نزن. حتی من فایل چیز آوردم انقلاب بزرگ لینوکس تصویریه. اینو بهتون میاد رو دیویدی رایت کردم. برید خونه نگاه کنید بعد متوجه میشید که بین لینوکس و ویندوز چه چیزایی بوده، چه اتفاقایی افتاده. مثلا پی دی اف ها رو بعدا میدید. هر چی که بخواید من بهتون میدم. داکیومنت، فیلم، آموزش، ایزو. الان من میخوام بدونم مسیری که الان هستم چیه. چیکار باید بکنم؟ دستور pwd. الان میخوام بدونم توی هوم آفاژ تو این فایل چه چیزایی. ما گفتیم توی لینوکس چیزی به نام فایل اگزه یا ms یا چیزی نداره. همه چی به صورت فایل و فولدره. الان من میخوام بدونم تو دایرکتوری هوم آفاژ چه چیزایی دارم. با دستور ls بهم میگه داخل یوزر مثلا تو فولدر آفاژ شما دسکتاپ دارید، دانلود دارید، موزیک دارید، پابلیک دارید، ویدیو دارید، داکیومنت دارید و لیست میکنه تمام فایل رو. ما گفتیم چند تا آپشن وجود داره. ls که بگیریم با یه فاصله حالا شما میتونید آپشن‌های مختلف رو با هم استفاده کنید. مثلا ls-l میاد چیکار میکنه؟ تمام فولدرها رو بهتون نشون میده. میگه دسکتاپ هست، داکیومنت هست ولی با جزئیات خیلی بیشتری. الان نگاه کنید این خروجی الشه، اینم دستور خالیشه. چقدر تفاوت داره؟ حالا گفتیم ls-a. البته اینا رو من بهتون توضیح میدم که این توضیحات چی هستش. اصلا این آفاژ چیه، این آفاژ چیه، این چیه، نوام چیه، اینا رو بهتون توضیح میدم. گفتیم ls-a فایلای هیدن هم به ما نشون میده. الان وقتی که ls-l گرفتم فقط فایل‌ها و فولدرها رو نشون داد. حالا فکر کن ls-a که میگیرم فولدرهایی که مخفی هستن هم بهم نشون میده. میزنه ls هست. نکنید فرق بین ls بالا و ls-a پایین رو نکنید. من چند تا فایل‌های مخفی هم دارم داخل این فولدر. دات لوکال، دات پلاس کوکیز، اینا همه دات جی کانفی، دات گنوم، حالا میتونید این دو تا رو ترکیبی استفاده دات کنید. کانفی. ترکیبم میتونه استفاده. حالا بهتون میگم. دومین دستوری که یاد گرفتیم یعنی آپشنی که یاد گرفتیم ls